5 غذای ممنوعه برای سگ و گربه که باید بشناسی. به کانال خوراکی باز خوش اومدین. شماره 1 شکلات، شیرینی مرگبار. شکلات همون چیزیه که ما آدما واسه خوشحالی خودمون میریم سراغش، ولی برای سگ و گربه یک فاجعه کامل محسوب میشه. چرا؟ چون شکلات حاوی یک ماده به اسم توبرومینه. این ماده برای بدن پت‌ها سمیه، مخصوصا سگا. بدن ما آدما میتونه راحت این ماده رو تجزیه کنه، ولی سیستم بدن سگ خیلی کند این کار انجام میده و نتیجه این میشه که تپش قلب شدید، لرزش، استفراغ، اسهال، تشنج و حتی مرگ به سراغ حیوان میاد. بدتر از همه این که هرچی شکلات تلختر باشه خطرش بیشتره. اگه فکر میکنی حیوان خونگی فقط یه موجود بامزه است، اینجا معلوم میشه اشتباه میکنی. اونا مثل بچه هامون میمونن. اگه این موضوع برات جذاب و مهم بود، ویدیو رو لایک کن و به بقیه پت دارا هم بفرست. جونشون دست ماست آخه. شماره 2 پیاز و سیر. سم خاموش توی غذاها. اینا قاتلای بی سر و صدا هستن. خیلی از ما فکر میکنیم چون تو غذاهامون روزمره استفاده میشن برای حیوانامون بی خطرن، اما برای سگ و گربه اینا واقعا سم هستن. ماده‌ای به نام N-پروپیل دیسولفید توی پیاز و سیر وجود داره که به گلبولای قرمز خون پت حمله میکنه. نتیجهش کمخونی شدید، بیحالی، افت فشار و توی موارد جدی‌تر حتی مرگ میشه. جالبه بدونید نه تنها پیاز و سیر خام، بلکه پخته شده، خشک شده، پودر شده و حتی توی باقی مونده غذاها هم همین اثر سمی رو دارن. یه لقمه کتلت، یه قاشق سوپ، یه گاز لازانیا، همشون میتونن کار دست پت بدن. علائمش گاهی 1-2 روز بعد نشون داده میشه، مثل ادرار قرمز یا قهوه‌ای، تنفس سخت، بیحالی و استفراغ. یادت باشه پیاز و سیر نه تنها نباید مستقیم داده بشن، بلکه نباید توی غذای دست پختی که واسه پتت درست میکنی هم باشن. شماره 3 انگور و کشمش. خطر کوچیک با پیامد بزرگ. اینو خیلی ها هنوز باور نمی کنن، اما واقعیه. انگور و کشمش میتونن باعث نارسایی حاد کلیه توی سگ‌ها بشن. علتش هنوز دقیقاً مشخص نیست، ولی موارد زیادی گزارش شده که حتی 3 دونه کشمش واسه بستری شدن سگ توی بیمارستان شده. یه سگ کوچیک اگه 1 مشت کشمش بخوره ممکنه ظرف چند ساعت کلیه‌هاش از کار بیفته. و نشونه‌هاش چیه؟ استفراغ چند ساعت بعد از خوردن، بی‌اشتهایی، بیحالی، قطع ادرار و دلدرد شدید. یعنی یه چیزی که تو تصورتون هم نمی گنجه. حتی اگه دیدی انگور از ظرف افتاد رو زمین و پتت داری بهش نزدیک میشه، سریعاً جمعش کن. و نکته مهمتر،
خیلی از کیک‌ها و شیرینی‌ها حاوی کشمش هستن. هیچ وقت چیزی که خودت مطمئن نیستی توش چی هست رو به پت نده. شماره 4 استخون پخته، تله خفگی و پارگی روده پت. ببینین خیلی فکر میکنن سگا عاشق استخونن. آره هستن، ولی این فقط واسه استخون خام صدق میکنه. استخون پخته یک کابوس واقعیه. وقتی استخون پخته میشه ساختارش تغییر میکنه و ترد و شکننده میشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه موقع جویدن بشکنه و تیکه های تیز بره توی گلو یا معده پتت گیر کنه. نتیجه خفگی، زخم معده، پارگی روده، جراحی فوری. و بدتر از همه اینه که خیلی‌ها فکر میکنن استخون مرغ یا ماهی کوچیکه و خطری نداره، در حالی که همون کوچیکی خطر رو بیشتر میکنه، چون راحت‌تر وارد راه هوایی یا روده میشه. پس قانون طلایی چی میگه؟ هیچ وقت هیچ نوع استخون پخته شده ای را به پتت نده، حتی به عنوان جایزه. جایزه باید مخصوص پت باشه، نه تهمونده غذای آدمیزاد. شماره 5 شیر و لبنیات، افسانه اشتباه. اگه از بچگی فکر کردی گربه عاشق شیرن، تقصیر کارتوناست. واقعیت چیه؟ بیشتر گربه ها و سگا وقتی بزرگ میشن بدنشون آنزیم هضم لاکتوز رو از دست میده. یعنی چی؟ یعنی شیر، ماست، بستنی و دوغ باعث درد معده، گاز، اسهال و ناراحتی گوارشی میشه. یه لیست کوچیک بستنی میتونه یه شب بیخوابی و پت نالان رو به همراه داشته باشه. شاید اولش خوشش بیاد ولی بدنش نمیتونه هضمش کنه. لبنیات فقط باید مخصوص پت باشه، اونم با برچسب بدون لاکتوز. مراقب باش که مهربونی اشتباهی باعث اذیت شدنش نشه. خب الان دیگه 5 تا از خوراکیایی که ممکنه پت نازنینت رو دچار مشکل جدی کنه شناختی. شاید بعضیاشون عادی به نظر برسن، ولی عادی ترین چیزا گاهی خطرناک ترینن. اگر پتتو دوست داری حتما این اطلاعات رو جدی بگیر و یک لطف بزرگ دیگه هم بکن. ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنین، چون توی ویدیوی بعدی میخوام بهتون بگم که 5 خوراکی خونگی ساده، مفید و خوشمزه که پتت عاشقش میشه و کاملا بی خطره چیه. تا ویدیوی بعدی مراقب اون پشمالو باشید و خودتونم خوش خوراک باشین.